های گایز چطورید؟ امیدوارم که حالت خوب باشه. این ویدیو همه چی شکم ویرده. من اصلا تو ظاهر قبلی نیستم و دلیلش هم جی پی تیه. برگشت بهم گفت تو خیلی سخت میگیری و شاید برای همینه که نمیتونی به صورت مستمر ویدیو آپلود کنی و اگه مستمر نباشی هیچ نمیشی در نهایت. و so I'm just here uploading a video. Anyway, و یه چیز دیگه هم بهم گفت. اینجوری بود که ببین دختر قشنگم، تو وایس چیز نیست، وایس این که پاشی بیای بگی بچه چجوری پروداکتیو باشی، چون خودت هم نمیدونی داری با زندگی چیکار میکنی. یعنی obviously آره داشتم حس میکنم من نمیدونم دارم برای زندگی چیکار میکنم ولی دارم تلاش میکنم و isn't that the point, isn't that the important thing seriously. الانم گوشیم 7% شارژ داره، در نتیجه باید سریع این ویدیو رو بگیرم و باشم برم مادرن فامیلی اپیزود جدیدش رو نگاه کنم. اپیزود جدید که میگم 1000 قرن این سریال اومده، اپیزود جدیدش رو اون اپیزودی که من ندیدم. anyway و آره بعد بهم گفت که از معنا، از اون چیزی که از زندگی میفهمی با آدما شیر کن و من اومدم یه داستان خیلی عجیب بهتون بگم. چند روز پیش مامانم بهم گفت که برو ظرف رو بشور و خب اگر نتونم در ظرف شستن معنایی پیدا کنم چگونه میتوانم ظرف بشورم؟ و خب اوکی این اتفاق که افتاد باعث شد من در هنگام ظرف شستن به این فکر کنم که واقعا آیا زندگی همین نبود؟ یعنی شما یک سینک پر از ظرف رو تصور کنید که مثلا بهتون تحویل میدن و میگن که اوکی مثلا این سینک رو باید خالی کنی و خب خیلی اوورولمینگه و تو نمیدونی باید چیکار کنی. مثلا اول قاشق بشورم، اول بشقاب بشورم، اول چیکار کنم. و زندگی هم میتونه همین چیزی باشه. یعنی هر تسکی یا هر کاری که داری انجام میدی به خودت بگی که وای خدای من الان دارم چیکار میکنم و در نهایت لیوان at a time، یه لیوان در تایم باید برداری و اونو بشوری و یهو به خودت میبینی که سینک خالی شده. اوکی 5% شارژ. بچه‌ها من خیلی سخت دارم تلاش میکنم براتون ویدیو میگیرم، قدر منو بدین. اوکی و خیلی هم زشت افتادم تو این ویدیو، ببخشینا. چرا سلف اوکی دیگه به نظرم وقتی سلف سابوتاژ میگیم من صحبتی ندارم. و آره گفتم این معنا رو بیام باهاتون شیر کنم چون به نظرم جالب اومد. حالا ممکن شما مثلا بگید که این داره چرت میگه. خب I don't know seriously. خیلی سعی کردم که بگم I have figured it all out, I have figured not to shit out. So میتونستیم این کلمه رو بگیم توی یوتیوب، الان بلام نکنم ولی اوکی that's it. و هم ببخشید داشتم با این چیز بویا بازی میکردم، اگر شما ندیدینش پشت صحنه بود. و در نهایت قراره که کیفیت ویدیوها همون چیزی باشه که فعلا میتونیم پروواید کنیم. من نمیتونم پرفکت بیام بشم دیگه جلوی ویدیو برای شما با آرایش و نور و آها نمیشه دیگه. تا کی فیک بودن، تا کی خودمون نبودن. و آره حالا انشالله یه روز مهاجرت میکنم. اوکی I know it's weird. مرسی اگه تا اینجا ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از این به بعد ظرفاتون رو با معنا بشورید و خدا نگهدار.